هلو، سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. My dears، به سلسله درس های قبلی امروز درباره یک زمان بسیار مهم صحبت میکنیم که کدام زمان است؟ زمان حال کامل چی؟ جاری. Present perfect continuous tense. My dears, first we want to talk about its definition. What is the definition of present perfect continuous tense? We say it shows an action which started in the past and still it is in progress at the moment of speaking. چی را نشان میدهد دوستا؟ یک عملی را نشان میدهد which started in the past که شروع شده باشه در گذشته and still it is in progress at the moment of speaking و تا به حال چی داشته باشه؟ ادامه داشته باشه. هر آن عملی که در گذشته شروع شده باشه و تا به حال در جریان صحبت کردن هم جاری باشه اونمو را به نام چی یاد میکنه؟ Present Perfect Continuous Tense. و چی مانا؟ سعی کنین دوستا. زیاد مثال های عملی. در زدن ما شروع کردیم ساعت چند بجه؟ ساعت 2 بجه. امروز حال 3 بجه است. شروع شده 2 بجه و 3 بجه هم چی داره؟ ادامه داره. زندگی کردن در کابل شروع کردیم در سال 2014 حال هم ادامه داره. غذا خوردن شروع کردیم 2 بجه حال 2:10 یعنی در 10 دقیقه 10 دقیقه هم چی داره؟ ادامه داره. پس هر آن عملی که شروع شده باشه در گذشته و در جریان صحبت کردن حال هم ادامه داشته باشه اونمو رو به نام چی یاد میکنه؟ Present Perfect Continuous Tense. زیاد از مردم دوستا این زمان با زمان حال جاری چی میکنم؟ تفکیک کده نمیتونم. مثلا یک صنف شروع شده 2 بجه حال 3 بجه است. اگر از شما کس پرسان کنه که چی میکنه، اگر بگه که we are studying این جمله غلط است. باید بگوین we have been studying، به خاطر که 2 بجه شروع شده و 3 بجه هم چی داره؟ ادامه داره. یا مثال دیگه کار میکنیم از صبح 8 بجه شروع شده حال چند بجه است؟ 12 بجه است. حال هم ادامه داره. اگر در او حالت اگر شما کس پرسان میکنه اگر بگه که we are working این جمله غلط است. پس چی میگین؟ we have been working. هر آن عملی که در گذشته شروع شده باشه و حال هم ادامه داشته باشه اونمو رو به نام چی یاد میکنه؟ زمان حال کامل جاری. دوستا مانند دیگه زمان هم My dears, the most important thing to learn a tense, as I mentioned before, that structures are the most important things. Dears, I want to teach you 4 structures. The positive structure, the negative structure, the interrogative structure or question form, and the negative interrogative or negative question form. The first one, my dears, we want to talk about the positive structure. What is the positive structure? Positive structure چی مانا؟ ساختمان مثبت. First we say subject. Subject خو همیشه از شما پرسان کردیم و یادم دارین. The doer or non-doer of an action is called what? Subject. انجام دهنده و یا هم انجام ندهنده یک عمل را به نام چی یاد میکنه؟ Subject یاد میکنه. مثلا احمد، محمود، علی، اسد یا she, he, she, it و یا هم تمام اسم ها we, you, they. Plus have been or has been. دوستا have been و has been چی است؟ helping verb از زمان است. has been no has been شوهر no has been. We say my dears plus verb ing. قوانین verb ing را برتان هم در درس گذشته زمان حال جاری برتان به طور مفصل تشریح کردیم که چه قسم یک فعل ing میگیرم. Plus complement. What is complement, my dears? A word or a phrase which completes the meaning of a sentence is called complement. یک لغت و یا هم یک عبارت که معنای یک جمله را تکمیل میکنه به نام چی یاد میشود؟ complement. حالا مثال She has been calling her mom for an hour. My dears, ببینین یه عمل چه وقت شروع شده؟ یعنی 1 ساعت میشوه که چی برای مادر خود زنگ میزنه.
در تعریف گفتیم که it shows an action which started in the past and still it is in progress at the moment of speaking. موبایلکش در دستش است، زنگ زده میره. لا مادر جان موبایل خود بلند نمیکنه، کجاست؟ در انفجار مرده، چی ده؟ چی نشده؟ So look, she has been calling. 1 ساعت میشه. عمل شروع شده در گذشته و تا به حال چی داره؟ ادامه داره. خب دوستا سعی کنیم این عمل در گذشته شروع شده و حال چی داره؟ ادامه داره. What is the structure? Structure چیست؟ and subject, what is this? She is the subject. گفتم اگر مفرد باشه باز چی استفاده میکنیم؟ has been. اگر در اینجا we, you, they یا دو دانه اسم می بود باز ما چی استفاده میکنیم؟ have. اما این چی است؟ مفرد است، باز چی استفاده میکنیم؟ has. She has been. Say calling. Calling چی است؟ third form of the verb. ing form of the verb. ing باید حالت چی؟ ing یک فعل استفاده شود. Her mom for an hour چی است؟ کامپلمنت نه. 1 ساعت میشه که به مادر خود زنگ میزنه. شروع شده در گذشته و تا به حال چی داره؟ ادامه داره. Okay, my dears. That was the positive structure. You should make some sentences. شما چند مثال بگید؟ آفرین. بسیار عالی. بسیار خوب. What is the negative structure? My dears, the negative structure, and what is the difference between positive structure and negative structure? We only put the adverb of negation. We say not. یک not اضافه میکنیم. دیگه همین چیز هیچ کدام فرق نمیکنه. Look, we say subject plus have has slash has plus not plus been. It's not been. Plus verb ing plus complement. Look at the example. She has not been calling her mom for an hour. 1 ساعت میشه که زنگ نمیزنه. شاید که بعدا هم زنگ نزنه. یا بزنه. Look, my dears. Only چی کردیم؟ second in its subject. This is subject here. Subject. What is has and has? حالا یک نفر نگه چرا هر دویش استفاده نشو؟ have has خو یکی. این آپشنال است. اگر فایل مثبت می بود چی؟ جمع می بود باز چی استفاده میکردیم؟ have. اگر مفرد است چی؟ has. She has not been calling her mom for an hour. دیگه فرق نامده. فقط یک not اضافه کردیم. Now we should make some examples. یعنی مثلا که با جمع استفاده میکنیم. They have not been smoking cigar for 1 hour or since morning. You should make some sentences. آره کسی میگه ایت میگیم. سیکو she hasn't been calling her mom for an hour. اگر she hasn't بگیم و short form یا informal. formal یعنی چی ماند؟ جای رسمی یا نوشتاری که ما کوشش میکنیم همه سعی کنین دوستا اگر کسی لیاقتش خوب سعی معلوم میکنین در نوشتاریش معلوم میشه. بگو یک ایمیل بر ما نوشته کنین و یا هم یک خط نوشته کنین در اونجا باز لیاقت اصلیش معلوم میشه. My dears اینه که مثلا short form یا کوتاه استفاده میکنیم. حالت کوتاه باز چی هست؟ informal یعنی در جاهای غیر رسمی با دوستا یا speaking. مثلا اتر گفته میدونیم she hasn't been calling her mom for an hour یا she has not. در written form یا در formal در جاهای رسمی که نوشته میکنیم این استفاده میکنیم. پس با مو دلیل ما براتون the formal structure براتون چی کردیم؟ نوشته کردیم. Next. Look. ما در زدم positive و negative حال مهم negative و چی؟ interrogative. خب حالا چی راست positive interrogative چی مانه؟ question form حالت سوالیه. My dears very simple بسیار آسان است. چی میکنیم؟ فقط have و has میاریم at the beginning of a sentence and put a question mark at the end. دوستای عزیز have و has در آغاز جمله میاریم و در آخرم چی میتیم؟ یک سوالیه. دیگه در حال فعل هیچ تغییراتی نمیاریم. Look at the structure. What is the structure? Have, has. دوستا یک چیز باید داشته باشین. وقتی که have و has در آغاز جمله آوردین باید حرف اولش چی بسازیم؟ بزرگ بسازیم. این شرط است. Have, has plus what? Subject plus been
plus verb ing plus complement plus question mark. have و has در آغاز جمله میاره، ما در آخرم چی میتیم؟ یک سوالیه. Look at the example. همون مثاله. Has she been calling her mom for an hour? My dears, شما اگر مفرد بود has استفاده میکنین. ببینین has هم که استفاده کردین حرف اولش بزرگ است و در آخرم چیست؟ question mark. Now we should make some sentences. That's brilliant. Outstanding. Negative interrogative. منفی و سوالیه. Negative یعنی question. Negative questions. Interrogative question. My dears, we say hasn't, haven't. این ما دیگه چی کردیم؟ informal استفاده کردیم که با شما هم بلدیت پیدا کنیم با formal و هم با چی؟ informal. We say hasn't یا هم تر گفته میتونم که has باز subject باز not. اما اینجا چی را استفاده کردیم؟ informal. We say hasn't, haven't plus what? Subject plus been plus verb ing plus complement plus question mark. Look at the example. Hasn't she been calling her mom for an hour? ایره میتونیم دوستا سعی کنین ایره ما با ایره خب با informal گفتیم ولی ایره با formal تبدیل میکنیم. ببینین formal هرام ایجام ایره با formal تبدیل میکنیم has. Yes, ایرام have. و ایجا بعد از subject یک not بیتیم. Not plus یا my dears. ببینین ایره چی کردیم؟ ما ایره پس به چی تبدیل کردیم؟ با formal. و خو informal بود. حالا formal چیز. My dears, very simple. مثالش هم با چی تبدیل میکنیم؟ ببینین دوستا. has, have plus what? Subject plus not plus been plus verb ing plus complement. We say, has she not been calling her mom for an hour? لحظه معنی هیچ فرق نمیکنه دوستای عزیز. اما از نگاه فرمالیتی که فرمال یعنی فارمال در جاهای رسمی یا نوشتاری از این حالت استفاده میکنیم و در گفتاری و جاهای غیر رسمی مثلا پارک مثلا در سپیکینگ ما چی استفاده میکنیم؟ informal. حالا شما چند مثال جور کنین؟ outstanding, brilliant, remarkable. بسیار عالی، بسیار خوب شاگردای قند. Now want to talk about usages. حالا ما در مورد استفاده از این که در چند جای ما را استفاده میکنیم. او خو یک تعریف بود که گفتیم started in the past comes to present or it shows an action which started in the past یا progress in the present may or may not go to the future. خب حالا میایم چی میکنیم دوستا؟ موارد استفادهش هم میخوانیم. اول چی میگه؟ It is used to show an action which started in the past and still it is in progress. مانند تعریفش. این چیز تعریفش واره. اول یوسیجش مانند تعریفش از دوستا. Note in this case we can use since and for. سعی کنین دوستا در اول مورد استفادهش since و چی را استفاده میکنیم؟ for. در present perfect tense هم میره خوانده بودیم یک یوسیجش هم این یک چیز بود. هیچ فرق نداشت. در اوجا هم گفته بودیم که اگر عمل شروع شود در گذشته و تا به حال چی داشته باشه؟ ادامه داشته باشه و در آینده شاید ادامه کنه یا نه. و در اوجا هم گفته بودیم دوستای عزیز که سنس و فور چی میشه؟ استفاده میشه. سنس خب ما تشریح کردم که آغاز یک جمله را نشان میدهد. آغاز. و فور چی را نشان میدهد؟ دیوریشن، جریان یک جمله را چی میکنه؟ نشان میدهد یا یک عمل را. این را در درس خوب وضاحت دادیم. حالا من میگم she has been working since 8 a.m. Since سیکنین ایجا shows an action which started in the past and still it is in progress. سیکنین شروع شده در گذشته 8 بجه. حال 4 بجه است. 8 بجه شروع شده و تا به حال چی داره؟ ادامه داره.
یعنی از 8 بجه تا به حال در چی؟ در حال کار کردن است. سی و دیگه مثال she has been working for 6 hours. چقدر وقت؟ به چقدر وقت کار در حال کار کردن است؟ 6 ساعت میشه. این حال سوال خلق میشه دوستای عزیز که present perfect tense که یه یوسیجش که است و امرای عزیز چی فرق دارن؟ شاید زیاد سوال شو. اگر ات باشه she has worked since 8 a.m. و دیگه ایجیت باشه که she has worked for 6 hours. فرق بین ازی و ازی چیست؟ دوستان سعی کنین ما میگیم she has been working since 8 a.m. حال 4 بجه است. کار چند بجه شروع شده؟ 8 بجه. بعض اوقات بعض مردم است 8 بجه کار شروع میکنه تا 10 بجه کار میکنه، باز میره قرار یکسون چکر میزنه. باز میره 12 بجه کار خود شروع میکنه، نان میخوره تا 1 بجه، باز میره دیگه وظایف دولتی واره. باز پس میره 3 بجه باز 1-2 دقیقه کار، 1 ساعت 2 ساعت کار میکنه، باز کار استاپ میکنه. 4 بجه اولا ما خو کار میکنیم و 4 بجه شد. سعی که یک دوامدار چی هست؟ 8 بجه شروع شده 4 بجه خلا زیاد وقفای داره. در او حالت present perfect tense استفاده میکنه. اما یکی ما غریبا که شروع میکنه 8 بجه این شام 8 بجه شروع میکنه 6 بجه صبح شام هم باز 8 بجه خلاص میشه، هیچ وقفه هم نداره. we say he has been working since 8 یعنی هیچ وقفه نداره، هیچ وقفه ای که نداشته باشه. از 8 بجه شروع کرده باشه تا 4 بجه هیچ وقفه نگرفته باشه بدون از این مثال، اما تو مسلسل کار کرده باشه. باز چی استفاده میکنیم؟ present perfect continuous tense. با طور عادی که بگیم آمیانه یه از بدون وقفه و present perfect tense وقفه دار. ایره مثال he has been working for 6 hours. اگر در present perfect tense بگیم he has worked for 6 hours، ای اگه باشه امرای present perfect continuous tense یعنی هیچ وقفه نگرفته، هیچ همون 6 ساعت مسلسل کار کرده. امرای present perfect tense اگر بگیم بازی وقفه دار مانا میته. شاید که در 6 ساعت 4 ساعت کار کرده باشه، 5 ساعت کار کرده باشه. اما ایره باز وقت شما خوب میفهمین که یک یوسیج present perfect tense ببینین، اینجا که بازی را بخوانین باز برتانی سوالا پیدا میشه و جوابات سوالا همی است که انشالله امید است که را فهمیده باشین. Now we should make some sentences. دیگه مثال جور کنین. آفرین، شاباس. We have been playing soccer for 3 hours. آفرین. They have been fixing the car for 30 minutes. That's brilliant. Yeah. They have been living in Afghanistan since 2014. آفرین. بسیار عالی. Next usage. دوم usage چیز. It shows an action which has been changing continuously. چی مانا؟ یک عملی را نشان میدهد که به طور متداوم در چی است؟ در تغییر است. در تغییر. چه قسم؟ مثال his English has been improving. چی مانا؟ یعنی انگلیسی از این روز بر روز چی شده میره؟ مقوی شده میره، در حال تغییر است. یعنی improve شده میره، مقوی شده میره. این چیز؟ It changes us. It changes which what? The change which has been changing continuously. It shows an action. این عمل در چی است؟ به طور متداوم چی است؟ در تغییر است. The weather has been changing. آب و هوا در چی است؟ در حال تغییر است. یعنی به طور متداوم. یعنی اگر عملی که در گذشته شروع شده باشه در گذشته هم اینم چی باشه؟ در تغییر باشه. شما چند مثال بگوین؟ That's brilliant. اینم مثال چی استفاده میشه؟ Increasing دیگه improving, developing, so changing. این فعلا چی میشه؟ استفاده میشه. Now you should make some sentences. آفرین، بسیار عالی. Yeah, next usage. It shows an action which was in progress in the recent past but it has stopped just now. او اعمال را نشان میدهد که جاری بوده در گذشته نزدیک و می دقت شده باشه، استاپ شده باشه. و دخترک مثلا جنگ کرده که مادر خود
وقتی که جنگ کرده گریه میکنه، چشمای خدا گریه کرده و بسیار چشمکای خدا سرخ گشتنده. وقتی که استاد داخل سن میشه باز میگه she has been crying. سعی که عمل در چه وقت واقع شده؟ نمی چند دقیقه پیش هم جاری بوده، بعد حال اینم یک چند دقیقه پیش چی شده؟ استاپ شده که اونم معلوم میشه. استاپ شده. Okay, we say the music band has been singing a song. چی؟ یعنی چند دقیقه پیش جاری بوده، یک دقیقه مت چی شدن؟ استاپ شده و معلوم میشه دیگه اونم. یعنی اعمالی که جاری بوده یک چند دقیقه پیش اما استاپ شده باشه. حال زیاد اعمال است. مثلا یک گلاس آب، یک بچه یک گلاس خوب زود خورده میره که میستاز هم اونجا میمونه، بوتل میمونه، سر بوتل اون طرف میباشه. اینمی چی است؟ یک عمل است که جاری به در گذشته، حالا چی شده؟ استاپ شده. یا شما چند مثال بگید؟ آفرین، بسیار عالی. Great of you. The next usage and the last usage, we say it shows an action which happened in the past but the signs are present at the moment of speaking. یک عمل را نشان میدهد که واقع شده باشد در گذشته اما نشانه هاش در چه وقت باشه؟ در حال. مثلا برادر ما بر ما کریم آورد از امریکا، یک برادر دیگه ما که همراه ما در اتاق زندگی میکنه، ما مسافر هستیم. یک دفعه که ما میایم صنف که میبینیم روی ازو چی هسته؟ سفید میزنه. ما میگیم میرسه ایکو این کریم خواست ما بودی، کریم هم نداشت. یه عمل چه وقت واقع شده؟ در گذشته اما نشانه هاش در چی هسته؟ در حال. یا مثال ما بوتای خود رنگ کردیم، میخوایم که بعد از صنف بریم عروسی، برادر ما آمد بوتای ما پوشید رفت، خوب چکر خود زد، پوی که فکر شد که خوازی پس آوردش دمو جماندش، اما چتل شده میباشه. پس که من میگم میبینیم ما میگم someone has been wearing my shoes. عمل واقع شده در گذشته اما نشانه هاش در چه وقت است؟ در حال. دیگه مثال میگم they have been fighting. جنگ که در گذشته رویشان که خون از حاله. گذشته واقع شده اما نشانه هاش در چه وقت است؟ در حال. هر آن عملی که در گذشته واقع شده باشه و نشانه هاش در حال باشه، این زمان ما چی کرده میتونیم؟ استفاده کرده میتوانیم. Now we should make some sentences. That's brilliant. Outstanding. آفرین. حالا من examples چند مثالایی که براتون آماده ساختیم دوستا در مختلف یوسجا. First we say he has been writing a letter since morning. 10 بجه است از این صبح 7 بجه شروع کرده نوشته کردن است. در حال نوشته کردن چیز؟ خب از اون 7 بجه شروع کرده تا 10 بجه، یعنی سعی کنه حالم چی است؟ نوشته کردن است. She has been reading a book since yesterday. دخترک از دیروز شروع کرده کتاب خواندن میره. The next, Hashimi's knowledge increasing day to day. این چی است؟ changing. یک چیزی که در عمل در چی باشه؟ در تغییر باشه. The phone has been ringing. این کدام یوسیج است؟ یعنی یک عملی که چند دقیقه پیش واقع شده باشه حالا استاپ شده باشه. He has been wearing my shirt. این یوسیجش هست که گذشته واقع شده باشه و نشانه هاش در چی؟ در حال باشه. یس دوستا شما چند مثال بگوین. آفرین، بسیار عالی. حالا میم تمرینا را کار میکنیم دوستا، ما ببینیم که شما چقدر یاد گرفتین. اگر این تمرینا را صحیح حل کردین ما میفهمیم که شما صحیح یاد گرفتین. Yes, the first exercise, write the ing form of these verbs. دوستا بر شما اگر یادتان باشه، اگر به یادتان هم نیست، در زمان حال جاری برین امو قوانین rules of adding ing امو را خوب صحیح بخوانین و چی بتین ing. Yes my dears، یک دقیقه وقت دارین کل از این ing بتین. ببینین گفته بودم که با ای خلاص شما باید چی کنین؟ این یک برتان کار میکنیم، میگم ای که خلاص شده بود ای را چی میکنین؟ حذف میکنین. یکی دیگه مثال سه کنین، ای که با CVC اگه یادتان باشه. My dears, the next one, picnic. این رول از یاد ما رفته بود. این دیجی را تشریح میکنیم. هر فعلی که دوستا با سی خلاص شده بود یک KING همراهش میتیم. picnic, king. چرا اینجا سی؟ اگر ما بگویم که ING بتیم دوستا
هرگاه بعد از سی آی بیایه، ای بیایه، وای بیایه، باز چی میشه؟ صدای سی را میده. مثلا چی میگیم؟ اگر تو بگم پیکنی سنگ، مثلا آینجی بتیم نه، مثلا سیتی، بعد از سی آی آمد، سیتی، صدای سی نمیده. مثلا دیگه چی؟ سی یا وی سی. دیگه مثال اگر مثلا وای به سایکل، باز هم چی میده؟ صدای اس یا سی. We say the last one my dears. اگر چی به ای سل، باز هم چی میشه؟ صدای سی را میده. با او حالت دیگه ما چی میکنیم؟ یک که آینجی را میتیم، میگیم پیکنیکینگ. این را باید داشته باشیم. یک رول از فراموش ما شده بود، خوی را براتان تشریح کردیم که هرگاه یک فعل به سی خلاص شده باشه که آی ان جی میتیم برزیم. دیگه شما کار کنین، یک دقیقه وقت دارین، من از صحنه دور میشم. خب امید است که را انجام داده باشین. Exercise number 2. Select the best answer A, B, C or D to complete the following sentences. 4 گزینه داریم. یک گزینه‌اش چی میکنین؟ انتخاب میکنین. مثلا we have been this paragraph. چی؟ Write, read, written, writing. گزینه درستش چی است؟ D. شما یک دقیقه وقت دارین. خب دیگه exercise. The next exercise number 3. Make present perfect continuous tense sentences. یا چی هست؟ از این جمله شما جور میکنین. she been has 2 years studying. را ما اولش براتان جور میکنیم، میگیم she has been studying for 2 years. این را اول حرفش باید بزرگ کنین و در آخر هم باید full stop که داره. she has، این را has دیگه she has been studying for 2 years. شما یه دیگه جور کنین. That's brilliant. یک دقیقه وقت دارین. خب انسر کی دوست عزیز، اتنه که انسر کی را اول ببینین. خب تمامش خودتان کار کنین، باز ببینین، لیاقتتان آزمایش کنین. اگر درست بود یا را ببینین که ما قسم هست یا نه. Yes. Exercise number 3. Yeah. My dears, that was all about today's lesson. If you have any questions, any problems, any suggestions, comment below. We are at your service. Secondly, my dears, if you do not have any questions, suggestions, objections, have a request, just subscribe to our channel and invite your friends to subscribe in order to subscribe to our channel. My dears, اگر کدام سوال دارین، پیشنهاد دارین، شما میتونین سوال، پیشنهاد، انتقادتان کامنت بگذارین. اگر ندارین دوستای عزیز، کارخانگیتان چیست؟ 10 مثال با پوزیتیو، 10 مثال با نگاتیو، 10 مثال هم با اینتراگریف، 10 مثال هم با نگاتیو اینتراگریف شما جور میکنین. دوستا از شما خواهش دارم که دوستایتان دعوت کنین تا چنل ما را سابسکرایب کنن و از این درس ها مستفید شون. اگر سوال ندارین، پیشنهاد ندارین دوستا، تا درس آینده شما را به خدای یکتا و به همتا میسپارم.